İbrahim Karima Doğru ikinci Zokir Sarıya در گیرمی رقمیات دعوت کرده می شود ورزشگرانی با اضافه 95 کیلوگرم نماینده فدراسیون ملی گوشتنگری تیمور رحیمov و نماینده دسته خطلاندور بابوجان بابویov پهلوانانی وزن 65 کیلوگرم در باخوری نهایی برای گلیم اومدند. امامعلی نورعلی با لباس‌های سفید است، نماینده شهر دوشنبه، و نماینده منطقه رشت با لباس‌های سبز مولا رجب خلیفایف در دور نهایی نیرو می‌سنجند برای شاه جایزه برای автомашин که امروز برای این پهلوانان همچون تحفه واگذار کرده شده است. خب هر دو هم در گوشتن جدا هنر و ملکه خوب دارند و امامعلی نورعلی که زیر رهبری فاروق صابیروف تمرین میگیرد در قهرمانی تاجیکستان امسال مقام اول را اشغال کرده بود. اینجا یک عملکردی مولا رجب خلیفایف بود ولی به نتیجه این حرکتی او به پایان رسید. خیلی البته لحظه حساس است برای هر دو این پهلوان، زیرا برای مکافات عالی شاه جایزه نیروسنجی میکنند. از همین خاطر با احتیاط نبرد میکنند. کوچکترین اشتباه میتواند که در این رقابت بر ضرر یکی از این پهلوان ها باشد. از همین خاطر هر دو هم با احتیاط، هر دو هم خیلی جستجوکنه هنرنمایی میکنه. اینجا یک عملکرد مولا رجب خلیفایف بود که گمان میکنم اینجا امتیاز بدن هم شاید داده شود. نه، اینجا داور ازبکستانی چیزی بهاگذاری نکرد. هر دو هم خیلی خوب گوشتین میگیرند، خیلی چست و چالاکانه گوشتین میگیرند. نه، این گونه عملکرد در گوشتین ملی رایج نیست. بعد از آنی که حریف به زمین میافتد دیگر حرکت علاوگی یا حرکت زیادی در کار نیست. خب اینجا انا همین گونه پرتاف ولی حلال است دوستان عزیز. اینجا مولا رجب خلیفایف بالاخره در فینال توانست امامعلی نورعلی را با پرتافت حلال مغلوب کند و صاحب شاه جایزه گردد. غالب وزن 65 کیلوگرم میان پیسران انا همین پهلوان خیلتی کبود سبز داشته که دستش بالا می شود. مولا رجب خلیفایف توانست پیروزی به دست بیارد. دو مرتبه کوشش کرد از میان امامعلی نورعلی داشت ولی مرتبه سوم موفق شد و توانست که او را ببینید چگونه با پشت افتانید. البته عملکرد به ایست بود، توقف نبود. از همین خاطر امتیاز حلال است. نماینده شهری دوشنبه قربان علی افتادخان و نماینده خطلاندور شریف جان نظریه